درود و سلامی شامگاهی نثار همه شما بیننده های همیشگی برنامه های تلویزیونی سفینه. امیدواریم که خوب و سلامت و خوشحال و در جامعه عافیت باشید. بیننده های گرامی قدر، این برنامه فضا هست، مهمان خاندان شما و ما در این برنامه این شامینه‌مون مهمان داریم دانشجویان کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباخلوف و همچنین یوسف زاده عبدالمجید آموزگار کلانی همین کالج دارنده مدال خدمت شایسته. یک موسیقی زیبا رو در آغاز برنامه یک جای شنیدیم که یک گل دخترک زیبا با اسباب اکاردیون و با یاری چند سازی دیگر واقعا یک موسیقی زیبا رو اجرا کردن که راستی من حلاوت برداشتم و آفرین میگویم به شاگردان شما. امکان داره چون آغاز برنامه است یک سلام و یک پیام و یک درود به بیننده ها برسانید و یک کم صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم تماشابینان تلویزیون برنامه فضا. من همچون آموزگار کلانی کالج صنعت بسیار خوشحال هستم که دو ایمو در همین نه فقط در برنامه من خوشبختانه در برنامه فضا هم این دعوت کردن اشتراک میکنم. من در بسیار برنامه های دیگر هم بسیار وقت اشتراک کردم. در صبح وقت تاجیکستان برنامه خاطره و برنامه شامی غزل از اشعار شاعرای کلاسیک بسیار برآمد میکنن دعوت میکنن. اینا در فضا هم اومدیم، در برنامه فضا هم دعوت کردن اومدیم. فضای خاندان مردم تاجر نورانی میکنیم. نورانی میکنیم ان شاء الله یک جای سلامت دیگر. تشکر. خب استاد میخواهم در مورد همین موسیقی که در شروع برنامه از جانب شاگردان شما اجرا شد یکم بگوید که این موسیقی چی نام دارد، این موسیقی چگونه آماده شده است، چرا معظم این گل دخترک زیبا با اسباب اکاردیون البته از همه زیاد نغمه ها رو اجرا کردن شاید ضروری بود همین برنامه انتخاب کردن برای این دخترک. وقتی که ما این برنامه را کردیم برای مراد و مهرینیسا که اجرا کرد در همون چی ارمونیه ولی بیان میگن با قولی روسو بسیار نوازش زیبا که بود. بسیار خواهش کرد که همین را من اجرا کنم. خیلی همین سپری نوا همین را نامگذاری کردیم همین را اشتراک کرد. مراد و مهرینیسا خودش اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من است. آهنگ رو کی آماده کرده است؟ آهنگ خودش آهنگی عمر جورابک آهنگی همون کسا همین آهنگ چی کردن و تکمیل دادن و همین اسباب. بله بسیار خوب. اکنون گفتید آموزگار هستیم، بیاید یکم در مورد آموزگاری قصه کنید که چگونه کار است، چه زحمت ها دارد؟ عموما در کالج صنعت به نام احمد باباخلوف مختصر کرده گذاریم. اگر این کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباخلوف پیشتر آموزگار موسیقی بود. آموزگار موسیقی این سالهای 1945 تشکیل شده بود. بعد از اون 2 آگوست سال 2014 با قرار حکومت تاجیکستان این نامگذاری دیگر شد. کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباخلوف شد. عین حال کالج ما خوشبختانه 11 شعبه دارد. 11 سالهای چند سال آخر این شعبه استرادا هم آوازخوانی هم نوازندگی تشکیل کردن. چند سال آخر شد الکی دوام دارد. در این 11 شعبه همه گونه سازها هست موسیقی شناس هست، دیریژور خوری اکادمی، سازهای ارکستری خلقی، سازهای ارکسترهای نفسی، ضربی نفسی داریم. اینچنین داریم رژیسور آرایش آواز میگیم. دانشجویان ما تجربه خودشون رو در کمیته تلویزیون و رادیو شنوایی تجربه خودشون اونجا میگذارن. در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جوره در اونجا تجربه در اپرا بالت به نام صدرالدین عینی در اونجا تجربه آموزی میکنن دانشجوی ما. کالج ما اصلا هم روزانه دارد هم غایبانه دارد. عین حال زیاده از 300 نفر دانشجویان در اونجا تحصیل میکنن. بله. خب با شاگردان کار کردن چگونه است؟ بسیار شوق‌آور است. باور کنید من اصلا در اونجا تا 20 سال می شود من اونجا فعالیت دارم. نه که من همچون
آموزگار اساسی نیستم، همکار هستم. من برای که هنرمند ارکستر سازهای ملی بعضا عین حال دریژوری هم میکردیم، هنر نوازندگی هم در اونجا میکنیم در فیلارمونی دولت تاجیکستان. در کالج صنعتی به نام احمد باقرلوف من همکار هستم، شاگردا داریم. در اونجا هم ارکستری دانشجویان هستند. در اونجا همون ارکستر به عهده من هست. در اونجا مو اثرهای همگونه هر خیله با دانشجویان می‌آموزونیم. فهمیش و درک و از برکنی دانشجویانی که به این بارگاه واقعا هنر میآیند چگونه است به نظر شما؟ این خیلی وقت‌های اخیر ما البته با دانش موسیقی مکتب‌های موسیقی از ناحیه‌ها می‌بینیم خیلی کمند. ما مجبور میشویم که به معلومات موسیقی هم با دانشجو رو قبول کنیم. ما اول از سنجش‌ها میگذرونیم، هنگام داوطلبی در هنگام قبول خاطره، ذوق، خاطره، اصول این چیزا رو میسنجیم. اگر همین فهم موسیقی دارای همین چیزها باشن، اگر ما اونها رو قبول میکنیم و اونها کار میکنیم. ما هم در همینجا داریم اشتراکچی کورسی اولی کالج صنعت، اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، مقیم و ریحانه. اشتراکچی آزمون هستن؟ البته این کس اشتراکچی آزمون هست. در کدام نامیناسیا؟ در نامیناسیا نوازنده اکادمی در نواختن سازی قانون. اونا میبینیم چخیر که میبینیم قانون در پیش اونها. این کس ناگفتن نماند که جای اول رو انتخاب کردن. همین سال در قانون نوازی جای اول رو کس انتخاب کردن. بسیار خوب. مقیم و ریحانه. حال حاضر موسیقی دوم چی نام دارد؟ موسیقی دوم حاضر بخشی ما اینجا یک نوازنده داریم، کنجایف محمد. این که در ساز نای حاضر یک اثر رو اجرا میکنه، نام اثر خاطرات. بسیار خوب. خب دوستان عزیز، گمان میکنم که بعد چند لحظه صحبت باز یک کمکک دیگر موسیقی بشنویم تا به ما والیده میشود. شام اترالودی وطن به همتون بخیر باشد. میشنویم موسیقی رو. منم عدودر عزیز.
واقعا یک مزه و لذت دیگر داشت چون از گردش و الکی شنونده زکم احساس میکردم بسیار برای مردم ما نزدیک بود. بله چون در مورد اشتراک شاگردان تا قصه کنید در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من چون ببینید که واقعا هم امین چند آزمونه که از جانب پرزیدنت محبوب کشور ما اعلان گردید البته در امیدها رو باز کرد برای نورسان و نوقدمان و دانش آموزان و هنر از برکننده ها. خب اشتراک ایشان چگونه از در آزمون ها امسال چی دستاوردها رو به دست آوردید؟ گفتن جایز هست که همه ساله کالج صنعت شهید دوشنبه احمد باباقلوف در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من بسیار فعال است. برای که همه ساله بیشتر شاگردای ما حرکت دارند که در همین آزمون اشتراک میکنن و غالبیت هم به دست میورند. نه همشون باشه اکثریتش. من این مثال 4 سال است. همین یک چی گفتن لازم است که این 4 سالی که آزمون تشکیل شده از جناب عالی ما محترم پرزیدنت کشور مولی رحمان گفتن جایز است که همین آزمون چقدر نوازنده ها را روی آب آورد. چقدر چهره ها را شناختیم ما. چقدر چهره ها در اینجا بینید چقدر افتخارنامه ها، سپاسنامه ها، مکافات پولی ها، چقدر هوسمند کنی ها شده گذشت. انا کالج صنعت ما هم بی‌طرف نبود. یکی از اشتراکچی فعال در همین آزمون بود. این همین سال بینید که قریب 12 نفر گذاشتن. از همین 12 نفر قریب 7 نفر جای گرفتن. 2 نفر نامیناسیون کمپوزیتوری دا، 1 نفر ما لطفالله شاه جایزه گرفت نامیناسیون کمپوزیتوری، 1 نفر ما سوربون برادر ما در نامیناسیون کمپوزیتوری جای دوم گرفت. انا از نوازنده ها نگاه کنید که مقیم و ریحانه که حاضر در همین جا هست یگان نوازش ها میکنند جای اول گرفت در نوازنده اکادمی گرفت. انا مهری نیسو جای گرفت مقیم و اونا در اول یک نوازش کردن گرفتن. باز یک تروبه نواز از شعبه نفسی ضربی تروبه و جای گرفت ولی در اینجا نمیبینیم. او جای گرفت. مقصد که یک 7 نفر از کالج صنعت بود جای گرفتن. تو از جایزه سر کرده تو جای چی را گرفتن. تو دیگر جایزه ها. خب گمان میکنم که این اگر یک کم قدم ها و ذوق و شوق و مهارت دانشجویان شما باشند باز گمان میکنم که همون زحمت های پیوسته آموزگاران است. البته به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن. رفته ماه نو رو چرخ عالمگیر کرد. هیچ کس از پیش چیزی نشد. این نمیخواد برای همین مربی یعنی آموزگار بسیار مهنت میکرد. همون آهنگ چینده از اطوار موسیقی همون نوتا تک به تک تو پارچه به پارچه موسیقی جو به جو کرده می آموزاند که بعد صحنه میبرورد. او چیزه که مهنتش به حد زیاده مهنت آموزگار. البته خوب من همون دانشجویان و نوقلمانی که به کالج شما وارد میشوند خودشان اسباب های موسیقی و سازهای موسیقی و رشته ها رو انتخاب میکنن و یا که با هدایت آموزگاران است؟ یک چیز وقتی که داوطلب میآید حجت سپاری حجت که میسپارد در همونجا چی میکنن؟ در همونجا مثالی که خواهش خودش قطعی یا اینکه وقتی که امتحان های قبول میشود کو امتحان های قبول شدن ده اونجا گوش میکنن. اما وقتی قبول ده همون شاگرد گوش میکنن چی میکنن بعد همونجا ده بعد تقسیماتی چی میرود سازها اساسا شعبه ما ده شعبه سازهای ارکستر خلقی ده اساسا باید یک قاعده باید باشد. قاعده هست که مثال همون ساز ما در جمهوری یگانه ارکستر سازهای ملی گفتم که من در همونجا هنرمند همونجا هستم باید همون را به نظر گرفته باید تقسیماتی سازهای خلقی را از همون قدم های اولی مثال مکتب موسیقی است که مثال کالج صنعت احمد باباقلوف کجای باشه از همونجا باید تقسیمات باید باشد.
در سازهای خلقی کدام سازها ما نغز میدونیم مثلا در نفسی و نای مثال مثال چنگ نواز و غیژک نواز و هم خلاص گروه های ضربی دوره و تولک و دیگر رباب و دیگر سازها هستند باید همینا هم خیلی باید تنظیم شوند باید هم خیلی چی شود که باید وقتی که ارکستر که هست ارکستر باید به همین سازها پوره باشد متخصص ما برای انمو ارکستر سازهای ملی باید تیار کنیم درست این چنین با خاطری که آموزگاری باید همین سازها هم باید اهمیت دادن در کار باید برابر باید سازها البته موسیقی سوم کی اجرا میکنه موسیقی سوم حاضر ما اینجا حاضر گفتیم که عین حال در اینجا یک دوشنبه و کامروز یک شاگرد داریم اون کس نه یکم کورسن دانشجوی کورس یک در اجرای رباب بدخشانی بدخشانی افغانی حاضر همون آهنگ برای ما تب ما را بالیده میگردونه تشکر خب دوستان عزیز یک جای موسیقی نوبتی رو میشنویم
دوستان عزیز، یک موسیقی زیبا رو دودار گرامی قدر ما اجرا کردن با اسباب رباب بدخشانی. این موسیقی طوری که استادشون گفتن از هنرمند شادروان مبارکشاه جمعیف بدن. واقعا خیلی تاثیر بخش بود. موسیقی رو ختم کردیم و آیسته آیسته ما به انتهای برنامه این شومینه من رسیده ایستاده ایم، چون که وقتم به سوی انجام رفته ایستاده است و میخواهم نظر شما رو همچون آموزگار در مورد آن دانسته باشم که آینده اوج هنر آموزان رو در کشور چگونه میبینید همچون آموزگار، چون همه روزه با دانشجویان با هنر آموزان در کار و در کسب هستید؟ یک چیز گفتنی هستم برای که ذوق اینجا ده اول نقش اساسی نقش اساسی ذوقی همون نورسان و مثال کودکان و نورسان و دانشجویان اول سخن درباره ذوق میرود. اولین بعد از این میرود سخن درباره اینمی فستیوال و آزمون و برآمدهای این برنامه هایی که ما حاضر داریم، برنامه فضا در تلویزیون سفینه رفته با دیگر برنامه ها هستند. چقدر این چیزها زیاد باشد، اگر همون قدر ذوق یا زیاد میشه همون قدر اینها رو به خوندن و رو به درخش آینده وقتی وقتی که اومدن برای خوندن چی اومدن الکی نزد آموزگار میآید. بله. آموزگار اونو رو به یک راه راست و به یک راه چی هدایت میکنن. بله. میآموزونن کسب درست به راه مونده. درست باور کنید برای یک رباب آموختن یا یک چیز آموختن باور کنید اول از طرز داشتن همون ساز، طرز نشستن یا که طرز راست ایستادن چقدر این زحمت های بسیار دارد. بله. همه قاعده خود را دارد. بله. حالا که در اونجا ما حال در بالا گفتم ما با نوتا با اطوار موسیقی سر و کار داریم که بسیار مشکلات ها دارد که اینا را آموزاندن لازم است. درست. تشکر برای صحبت معلم عزیز. آهنگ آخران را، موسیقی آخران را کی اجرا میکند؟ موسیقی آخران را مکرم و ریحانه در ساز قانون، آهنگ زمان بازار تکمیل شریف و حسین، اون کس هم آموزگار کالج صنعتی ما هستن. انا با تکمیل اون کس همین آهنگ فرهناز نام طبع ما رو بالیده میکنه. تشکر. من شما را خوش آمدید میگویم برای اشتراک در برنامه و امیدوار هستیم که همین گونه باز آهنگ‌های تازه و تازه رو روی کار میارید همراه شاگردانتون و در نوبت‌های دیگر آمده طبع ما و بیننده‌های ما رو بالیده خواهد کرد. سعادت همیشه همراهتان باشد در کار و کسب، در خوانش، در از بر کردن هنر. برای شما برای موفقیت و موفقیت خواهانم و برای بیننده هایی که وقت جدا کردن و ما رو تماشا کردن برکت روزگار، صحتی و سلامتی همیشگی، خانه پر از گندم و آبادی دیار اجدادیمان تاجیکستان آفتابی را آرزو میکنیم. میشنویم موسیقی انجامی برنامه فضا رو. عزیزان تا دیدار نوبتی. مرحمت.